هنگامی که آنها خوراک می‌خوردند، عیسی نان را گرفته به خدا شکر گفت. بعد آن را پاره کرده به شاگردانش تقسیم نمود و گفت: نان را بگیرید و بخورید که این بدن من است. پس کاسه را گرفته شکرگزاری کرده آن را به شاگردانش داده گفت: همه شما از کاسه بنوشید، زیرا این خون من است و با آن خدا با خلقش عهد و پیمان می‌بندد. خون من برای بخشیده شدن گناه های آدمان زیاد ریخته می شود. به شما می گویم من باز همراه شما در پادشاهی پدرم شیره انگور نو خواهم نوشید، لیکن تا آن روز هرگز نمی نوشم. بعد آنها خدا را حمد و ثنا گفتند و به کوه زیتون روانه شدند.